حتی روایت میکنن که یکی از زنها در یک غزوه از اهلش 3 نفر شهید شد، 3 نفر کشته شد. وقتی که اون یعنی میت ها را، مرده ها را به سوی مدینه بعد از غزوه می آوردند، تمام مردم پیشواز برآمدند. هر کسی برای پیشوازی جنازه شوهرش، برادرش، دیگر رفیق و نزدیکش پیشواز برآمدند. این زنم پیشواز همراهی مردم برآمد. مردم دیدن که یعنی که تابوت پدرش آورده، مرده پدرش آورده سادن. شخصیت های در کنارش بودن، از دستهای این زن گرفتن، از دستهاش داشتن. تن خیلی مصیبت و داغی سخته با بالاش. مرگ پدر خیلی مصیبت میان شکنی هست. وقتی پدرش آوردن، این زن به سوی پدرش نگاه نکرد. سبحان الله. گفتن ای زن، این پدرت هست، این یعنی تابوت و مرده پدرت هست. زن گفت شناختم، پدرم هست. باره به سوی خانه داخل مدینه دراره. از قفای وی جنازه شوهرش آوردن. گفتن شوهرت هست، رفیق حیاتت، یعنی شخصیتی که سرپوشت بود، نگهبانت بود، پدری فرزندات. گفت شناختم، به سوی خانه ببره. از قفای وی جنازه برادرش آوردن، مرده برادرش آوردن. تن برادرت هست. گفت شناختم، بره به سوی خانه ببره، سوی مدینه داخل کنه. و مثلی یک شخصیتی که چیزی میکنه و هر سو در جستجو و در سراغ بود. شخصیت هایی که در کنارش بودن گفتن ای زن، از شما فقط همین 3 نفر در غزوه بود، پدر، برادر، شوهر، هر 3 مردش آوردن، نگاه نکردی، در جستجو و سراغ کی هستی؟ میگه این زن گو که جنازه جناب پیغمبر در کجا هست؟ جناب پیغمبر در کجا هست مردش؟ گفتن جناب پیغمبر نکشتن. گفتن جناب پیغمبر زنده هست. البته را منافقا یک فتنه انداختن در مدینه منوره که پیغمبر بزرگوار گویا در غزوه کشتند، شهید کردند. این زن گفت من شما را باور نمیکنم، تا دیدار جناب پیغمبر را نبینم من شما را باور نمیکنم. اگه زن بردن، جناب پیغمبر در گوشه ایستاده بود. زن در نزد پیغمبر بزرگوار 2 زانو زد، از لبی دامن مبارک بوسه کرد. گوی یا رسول الله، قسم به عظمت و جلال الله، بعد از مصیبت شما هر مصیبت باشه برای من آسان است. پدرم وفات کرد، برادرم شهید شد، شوهرم شهید شد، من این مصیبت ها را طاقت میکنم، اما طاقت مصیبت شما را ندارم. یا رسول الله، هر مصیبت باشه برای من طاقت آور است، اما طاقت مصیبت شما را ندارم. برادری عزیز و بزرگواری من، شخصیتی که امروز دعوا داری که امتی محمد و رسول الله هستی، آیا به اندازه یک زن این پیغمبر را دوست میداری یا نمیداری؟ آیا به اندازه یک زنی که از بحری همه نزدیک ها گذشت، اما وقتی که دیدار جناب پیغمبر دید دلش آرام گرفت، گو هر مصیبتی باشه برای من طاقت آور است. متاسفانه امروز که من و شما از عبادت لذت احساس نمیکنیم، از ایمانداری لذت احساس نمیکنیم، سببش این است که در دلهای ما، در سینه ما محبت الله و پیغمبر خیلی کم رنگ است، خیلی سست است. امروز در دل ما محبت دنیا جا کرده است، محبت زن و فرزند جا کرده است، محبت پول و مال و ثروت و منصب جا کرده است، اما محبت خدا و پیغمبر خیلی خیلی کم رنگ است. برادران عزیز بزرگوار، اصل باید من و شما محبت از اصحاب پیغمبر، از اصحاب بزرگوار درس بگیریم. اصحاب بزرگوار پیغمبر جناب پیغمبر از جانشون، از مالشون، از تمامی هستیشو بالاتر و زیادتر دوست می داشتن. ما حتی جمعه گذشته هم گفته بودیم که اهل اصحاب یک مقاله، یک گفتار داشتن که این گفتارشو از تحت دل بود، واقعا مثل ما واری از زبان نبود.
متاسفانه امروز بسیاری سخنها و صحبتهای ما زبانی هست، از دل نیست. اما اون مقاله و گفتار اهل اصحاب از دل بود، از جان بود، واقعی و حقیقی بود. گفتارشون چی بود برادران عزیز؟ میگفتن فداک ابی و امی، یا رسول الله پدر و مادرم فدای شما باد، فداک نفسی فداک روحی، جان من، نفس من، روح من، همه من فدای شما باد یا رسول الله. در اصل اونها فدا کردن برادران عزیز بزرگوار. حتی غیرت و همت ما به اندازه یک زنی دور پیغمبر امروز نمانده است برادر عزیز بزرگوار. حضرت سمیه مادر حضرت عمار زن حضرت یاسر، وقتی که این محبت پیغمبر در دلش جا شد، وقتی که مولاش به خاطر ایمان آوردن او را عذاب میکرد، حتی کشته شد. با روایتی که از بین دو پاره شد، از راه ایمانداری و اسلامداریش نگشت. یکمین شهید راه خدا یک زن بود، یک یعنی عورت بود، غلام زن سیاه بود که وقتی محبت این پیغمبر در رگ و یعنی در دل وی جا شد، از این راه نگشت، حتی در این راه جان عزیز فدا کرد. حضرت حمزه که عمک جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که حضرت شکمش چاک کردن، جیگرش از درون شکمش بیرون برآوردن، گوش و بینیش بریدند، چشمهاش از سرش کافته بیرون کردند، حتی زبانش از حلق جدا کردند. وقتی محبت این پیغمبر بزرگوار در دل او جا بود، از این راهش نگشت. برادر عزیز بزرگوار، ما گفتیم که باید محبت از این اصحاب بزرگوار ما درس بگیریم.